خدمت مبارک شما عرض کردم که برای دوستانی که تو این دوره بودن گفتم که قبل از خواب تو سجده 40 مرتبه تکرار کنید والحمدلله رب العالمین. دوستان عزیزم، این دهان ما رو میبینید؟ ببینید شاهکارهای خدا رو تماشا کنید. نگاه کنید این دهانو، گرمه چیه؟ سرده. جفتش از یه مخرج میاد. چی میشه؟ اون اولیه گرم میشه، دومیه سرد میشه. هزاران هزار معجزات پیدا و پنهان از این دست تو این عالم وجود داره. یکی از اون معجزات رو که به لطف الله تو این دوره بهتون یاد دادم سجده است. دوستان، سجده صبح ژنراتور مرکزی انسان را پر می کند، سجده شب انرژی های منفی را خالی می کند. برای همین ما هممون پریم از انرژی های منفی، دعوا، ناراحتی، عصبانیت، غر، ترسیدن، چک، گرفتاری اجاره خونه، مالیات. شب وقتی که سرتو میذاری رو زمین 40 مرتبه میگی الحمدلله رب العالمین. این مادر مهربان زمین میگه فرزندم بده به من ناراحتیاتو، بده به خودم. ببین و منها خلقناکم، وقتی میگم همه اینا تو قرآن وجود داره یعنی این و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها خرجناکم تارة اخرى. انرژی مثبت تو صبح بهت میده، انرژی منفی تو شب ازت میگیره. شبم 40 مرتبه بگو والحمدلله رب العالمین. 2 تا تکنیک دیگه هدیه بهتون میکنم چون واقعا اعتقاد دارم که نمیدونم فردا زنده‌ام یا نیستم. دفعه از دنیا برم بگم اینم گفتم. دوستان عزیزم، برای پاکسازیتون بله هدیه میکنم به آقای امام حسین علیه السلام. مرسی که کی بود گفت؟ شما گفتی؟ کی اینو گفت که هدیه امام حسین؟ شما یه هدیه بهتون میدم آقای مهرابی اسمش یادتون باشه. مرسی. یه هدیه خاص بهتون میدم. هدیه میکنم به امام حسین علیه السلام اینو. مرسی از شما که یادم دادید. مرسی. و اونم اینه. بله چشم. و اونم اینه دوستان عزیزم، یکی از اذکار پاکسازی کانال‌های انرژیک بسیار این ذکر قوی عمل میکنه. ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه 100 مرتبه در شبه. چند مرتبه؟ 100 مرتبه در شبه. این یک شب قبل از خواب. 2 اونهایی که دوست دارن کانال‌های انرژیشون مثل بلور شفاف باشه، حرفای قشنگ بتونن بزنن، فکرای قشنگ بکنن، در طول روز تا میتونید تکرار کنید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. انرژیکیشو تو کتاب اسرار انرژی نماز آوردیم که ان شاءالله چاپ میشه. بگیرید، هر کسی که نماز نمیخونه فحش به نماز میده این کتابا رو بهش بده، از همون لحظه شروع میکنه. وقتی میفهم نماز چی هست از نظر انرژی، تک تک کلمات، سین سبحان الله، ب، ه، الف، نون آوردم تو کانال های انرژی. گفتم هر کدوم اینا چه کانالی رو تطهیر میکنه. خود سبحان الله بسیار بسیار برای جذب انرژی مثبت قویه. و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر برای ایجاد ارتباط های مؤثر و صلح و صفای شما با کائنات.